محمد پاکسازی. 3 تا از این کارت ها مشخص شده که نفوذی های ما کدوم یکی هستند و بعد از اینکه مطالعه کردید آماده شید برای رفتن برای عملیات. خب اینم از 10 شرکت کننده این قسمت که علی و حسین با ریشای خیلی بلندشون بیشتر از همه به چشم میاد. کار اصلیم املاکه ولی بازیگری هم کنار گوشه میکنیم دیگه. خیلی خوبه. ببین داخلش رمز هست، عدد هست. ولی یه طوریه چون بچه‌ها رو نمیکنن که نفوذی ان یا واقعا رسته خودشونو دارن. اگه بخوای اعتماد کنی زود بازنده میشی دیگه. صدای آژیر و نور چشم زن قرمز انگار بچه‌ها به خودشون میاد. حس می‌کنم که از بین حسن و آقا محمد میتونه اون نفوذیه باشه. محمد آقای سلیمانی حس میکنم خود نوید نفوذیه بنا به 2 دلیل. آرمان تو زیرزمین اومد به من علامت داد که بیا. اکثر بچه‌ها رو توی راه پله دیدم که یا از بالا داشتن میومدن پایین یا از تو راه داشتن میومدن. ولی نوید آخرین نفر به هوای یک چیزی که به اسم بمب آورد اینجا اومد و اینکه اولین نفر دستش آورد بالا و شکش و خیلی مرسی. مثلا که دقیقاً نفوذش لیک کرد رو دیدم. آقا چی؟ آرمان نفوذی دیده؟ همونی که ما اومدیم با خود آرمان جان با اون بنده خدا کلان کشته شده در طریق نفوذی‌ها تموم شده. میریم رای گیری کنیم. محمد 0 رای. خطاوتش روش نوشته 3 تا قطعه توضیح داده کلاس. اون بی پیدا کرده بود. تو دالان شمالی 4 تاتون چیکار می‌کنین؟ جدا شید. 2 نفر اونجا بمونن، 2 نفر برن جای دیگه. بچه‌ها چیزی جنراتور شده. نه چه کلام باز دفترچه هر چی. اینم تنها ریش بلند باقی مونده تو بازی. حسین نه همینجا هم فرق هست. همین رو نگاه کنید. بله همه رو باید نگاه کنید. حسین ببین 4 نفر اونجا این، 2 نفر تو جای دیگه. یه ویسیم پیدا کردم. خیلی خوبه. بده به مخابرات. آرمان سجاد. آرمان محمد بیسیم پیدا کرد. جفتمون یه جا بودیم بیسیم رو بهم. کنارش دقیقاً واسه بیسیم پیدا کرد. این هم چه؟ یه ویسیم دیگه پیدا کردم. خیلی خوبه آفرین. آرمان. کدوم یکی بودی؟ محمد آفرین. دادم آرمان. بهت امتیاز میدم. محسنم تو یه لحظه از بازی هست. من مستقیما خودم فقط با آقای آرمان تو بازی رای دادم. نظر مشکوک بودی. خیلی برام مهم بود اون فردی که دیروز بازی خارج شده. نتیجه فرقی بگو. الان کسی مشکوکه ما 4 نفر 5 نفر. ما 5 نفر که تو این لحظه که یه نفر کشته شده یه جا بودیم. میونه 2 نفر یکی شما و آقای انتها. آقای انتها نداشتین؟ حسین میگه یا نوید؟ و ایشون با هم از یه جا اومدیم. اون که چرا خورد. آره بودش. نه بودش. اما اینکه خودم شک دارم بهش. ولی بودش. من که هر لحظه من نگاه کردم بزرگترین فردمون الان محمده. بزرگترین فرد؟ من شک دارم ولی سجادم من نمیدیدم. من سجادم ندیدم. بزرگترین شکت محمده؟ منظور بزرگترین شک. محمد آرمان و حسین زیاد جای من بودن که منو نزدن. خب ولی شک بیشترم بازم طبق مرحله قبل به نویده. من که عبارت تو فرار این دلیل واسه دیدم به این دلیل که 2 بار دفعه اول روی من حس کرد و الانم دوباره فکر بقیه رو پرت کنه. شما رو شروع میکنم. محمد 1 رای. سجاد همین اول کار وا داد و ولی یه طوریه چون بچه‌ها رسته خودشونو دارن رو نمیکنن که نفوذی ان. اگه بخوای اعتماد کنی زود بازنده میشی دیگه. رضا هم هست. دلت میاد؟ رضا و حسن آخرین بار با هم دیگه بودن که دیدمشون. رضا با من تنها بود و منو نزد و دوره قبلم شکم رو حسن بود. الان شکم بیشتر رو حسنه. چه دلیلی داره؟ به دلیل اینکه کلا کاراش مشکوکه و آخرین بار با رضا با هم دیگه دیدمشون. الان رضا نیست و حسن اینجا نشسته. بذار محمد بگه بعد حسن دفاع کنه. و اومدیم پله رو بالا دیدیم طبقه آرمان بسته. وقتی شکمون روی حسن قطعی شد اومد از خودش دفاع کنه دستاش به لرز افتاد و لکنت زبون گرفت. پس مسلما قطعا خود حسن نفوذیه. خیلی خوب. برای محمد چند تا رای داریم؟ 0 رای. سجاد نفوذی اینطوری یا نه؟ بله منم بوده. تموم شد. فلش خودم پیدا کردم البته. اگه بخوای اعتماد کنی زود بازنده میشی دیگه. 4 نفر بود. شما من با هم نبود پس یهوشی شد غیب شد. خب محمد 2 تا دسته 2 نفری شدیم. من و آرمان با هم بودیم. نوید و حسین با هم دیگه بودن و نوید الان نیست. حسین آخرین نفر اومد. نمیشه یه غیب شه نفهمه که با هم دیگه وقتی رفتن قرار شد تیم گروهی بریم. قطع به یقین خود حسین. آره ببین من صحبت مشخصه. خب نظر چیه؟ مشکل اینه که ناصر مگه پایین نبوده؟
من طبقه بالا بودم. اینا خیلی قویه راجعش صحبت آره کنیم. مشکلی نداره. من طبقه اینجا بودم. ناصر نوید از طبقه پایین نبود مگه؟ نداره. من اومدم بالا. راست میگه نفوذی نیست. پاش پیچ خورد خودش بود. حالا خودتون صحبت دیگه نداریم. دوتا که نمیشد بزنه. فقط خودش. خیلی خوب رای گیری میکنیم. برای محمد، برای آرمان، برای حسین. حسین برچسب تو بده به محمد. این اتاق بازجویی. نتیجه بازجویی قبلی رو به من میگید. سجادم که اعلام کردیم بوده. سری قبل حسن رو دادیم بیرون. من حسن از راسته مهندسی نفوذی حسن نیستم. خودی بوده. حسن خودی بوده. بگیره. واسه چی آوردن اینجا؟ منو با رأی دادم بیرون. ما خودمون دوتا نفوذی رو دادیم بیرون. ببینید الان شما 2 نفر باقی موندید برای من. من باید بین کسانی که بیرون رفتن و در واقع متهم نبودن فعلا فقط حسن رو دارم. من درخواست میکنم دستیار لطفاً حسن رو بفرست بین ما. صاف و ساده رفتیم گفتیم ما نیستیم. واقعا حسن مظلومانه حذف شده بود. حقش بود برگرد. واقعا احساس یه آدمی که از یه آزمونی سربلند اومده بیرون و شرمندگی تو چش بچه‌ها میره. خب بچه‌ها الان شما میرید پایین، آماده میشید، هر لحظه ممکنه نیروهای نفوذی برسن. اسلحه داری حسن؟ نه. یه سوال نتیجه بازجویی حسین رو به من بگید لطفاً. به این مانیتور نگاه کن. این مگه تو نیستی که نویدو کشتی؟ نتیجه بازجویی حسین اومد. حسین نفوذی بود. تمام کردم کارو. الان دیگه خیالتون راحته. اسلحه‌تون رو میبرین، جلیقه‌شو میپوشید، آماده میشید برای جنگیدن. با مشخص شدن نفوذی سوم یعنی حسین دیگه فقط مونده جنگ لیزری. ضعیف‌ترین عمل کرد واسه رضا. حرف آخر کلی میگم خارج از برنامه دیگه. واسه هم دیگه خوب بخوایم که اتفاقای خوب هم واسه خودمون پیش بیاد. عملیاتو به انجام برسونن، هم نفوذی‌ها از بین خودشون خارج کنن و هم تو جنگ لیزری با مهاجمین سربلند بیرون بیان.